بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، سوال پرسیدن در رابطه با حکم مرد و زنی که ترک میکند ازدواج کردن را، یعنی چی از حکم مرد و زنی که ترک میکند زن گرفتن و یا شوهر کردن را در رابطه با مسئله ازدواج و نکاح کردن. البته ازدواج و همسر گرفتن این یکی از سنت های رسول صلی الله علیه و سلم است. بدون شکی در پیروی سنت رسول صلی الله علیه و سلم و در اتباع و تأسی به رسول صلی الله علیه و سلم این هدایت است و این راه صحیح و درست است و راه تقوا است. و ازدواج یکی از نیازهای بشری است که الله عز و جل فرمودند که و هو الذی جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. الله عز و جل آرامش و تسکین و آرامی را الله عز و جل در ازدواج ذکر کردن، چنانکه بعضی از علما می‌فرمایند از جمله ابن قیم رحمه الله هیچ محبت قوی‌تر از محبت دو تا روح با هم جمع میشوند مثل زن و همسر، هیچ محبت قوی‌تر از این دو تا نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند النکاح سنتی، نکاح سنتی من است، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، هر کسی که از سنت من رغبت کرد رو گرداند او از ما نیست، فرمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اما بعض از علما در رابطه با نکاح کردن را این چنین ذکر میکنند، از جمله ابن قدامه رحمه الله میفرماید که مردم در جهت نکاح کردن به سه قسم هستند. یکم قسم کسانی هستند که برای اونها شهوت هست و همچنین به ترک کردن نکاح خوف است برای این طایفه در وقوع شدن در فحشا و منکرات و در کارهایی که الله و رسول از اونها بر حذر دانستگی است. پس برای این گونه طایفه از مردم، چی مرد باشد و چی زن، ازدواج کردن واجب است. بنابر قول عامه فقها میفرماید ازدواج کردن واجب است. کسی که بر نفس خودش میترسد و خوف دارد که در منکرات و در فحشا و فساد واقع می شود، یعنی کسی که اگر به ترک کردن ازدواجش چه مرد باشه و چه زن ترس از این کرد که من در حرام، در آن چیزی که الله و رسول بر حذر کرده است من واقع می شوم، پس برای این گونه انسان ها ازدواج کردن واجب است. و اما قسمت دوم مستحب است، همون سنت است و او برای کسی هست که شهوت دارد و با وجود این که شهوت هم دارد اما در امن است از این که در محرمات و در آن چیزی که الله و رسول حرام کرده است واقع بشود، در امن است. شهوت هم دارد اما در امن است، خوف نیست برای این نفر که در محرمات داخل بشود. پس اینا علما ذکر میکنند که پس این نفر به ازدواج اگر مشغول بشود براش اولا هست از اینه که این نفر مشغول به نوافل و عبادت میشود. و این قولی اصحاب رأی و ظاهری قولی اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که اگر برای من 10 روز وقت باشد که بعد از این 10 روز بعد من وفات میکنم، فقط تنها 10 روز وقت دارم، اگر برای من نکاح کردن و ازدواج کردن میسر بشود، من به خاطر خوف و ترس از فتنه حتما ازدواج میکردم. اما این روزا نگاه کنیم بسیاری از جوانها را به خاطر چی، به علت چی تأخیر در ازدواج میکنن؟ به خاطر اینکه حالا من خانه ام را خوبتر نکردم، حالا من پولی صدها و چندین نفرها و مصرفهای نادرست و اسراف را حالا من پولش را کار نکردم، حالا من ماشین نگرفتم، حالا من فلان کار ما انجام ندادم، حالا من خانه برای فلان کس نکردم. بنابر سببها و علتهای نادرست و ناجا تأخیر در ازدواج میکنن. از این خاطر است که در فتنه واقع میشوند و خودشان خبردار نیستند، بخصوص فتنه هایی که در این عصر من و شما هست. عبدالله بن مسعود نگاه کنیم که یکی از مفسر و فقیه و فقهای بزرگ از صحابه است، یکی از فقیه های بزرگ از صحابه است و یکی از مفسر قرآن است و صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و در زمانی هست که خوف فتنه خیلی کم است، فتنه ها در اون زمان دیگر بودن و خیلی کم بودن. اما میگه که اگر برای من میسر شود 10 روز از عمرم باقی باشد و برای من میسر بشود، من به خاطر خوف فتنه حتما ازدواج میکردم. سعید ابن جبیر
این یکی از مفسر و شاگردای عبدالله ابن عباس است. میفرماید که برای من عبدالله ابن عباس گفتن که آیا گفت ازدواج کردی؟ گفتم نه ازدواج نکردم. گفت ازدواج بکن. فإن خیر هذه الامه اکثرها نساء. چون که در روایت بخاری میاد گفتن ازدواج بکن، بهترین این امت بیشترترین اونها از لحاظ زنداری است. بله این تشویق و ترغیب برای ازدواج است. و همچنین ابراهیم ابن میسره میفرماید که برای من طاووس گفتند حتما ازدواج بکن، حتما ازدواج بکن و الا حتما برای تو همون سخن را که عمر ابن خطاب رضی الله عنه برای ابی زوائد گفتن همون سخن را برای تو میگویم. اون سخن چی بود؟ اون سخن همین است که مانع شدن از ازدواج برای تو یا عجز و عاجزی هست، ناتوانایی است، یا اینکه این فسق و فجور است. انسان ترک ازدواج میکند به خاطر دو چیز است. اونهایی که ازدواج نمیکنند از دو حالتشون خالی نیست. یک اینکه به خاطر عاجزن، به خاطر اینکه توانایی ندارن، دوم یا اینکه به خاطر اونها در فسق و فجور داخل شدگی هستند. نگاه میکنیم این موزه بسیاری کسانی که اونها را حتی پدرهاشون اونها را فریاد میکنن، اونها را صدا میزنن که بیا شما را همسرتون بدهیم، ازدواج بکنید، همسایه شما صاحب 2-3 کودک شدگی هستن. اینها در شهرهای کفار در روسیه و در دیگر جاها میگردن و نمیآیند و ازدواج نمیکنن. علت و سببش چی است؟ به خاطری که در فسق، در فحشا، در زنا، در کارهای غیر نامشروع وارد شدگی هستند. دیگر این نفر توانایی بر ازدواج صحیح و شیطان را نمیگذارد که به نکاح صحیح بیاد، زن بگیرد و همسر بگیرد. و قسمت سوم مردمانی هستند که برای اونها شهوت نیست و شهوت نداشتنشان یا به خاطر این است که الله عزوجل اونها را همین گونه خلق کردگی هست، یا به خاطر این است که برای اونها شهوت بود اما به سبب بزرگسالی یا به سبب آمدن مریضی و بیماری شهوت از اینها رفت. پس علما در قسمت حکم این گونه انسانها بر دو گروه هستند. بعضی از علما میفرمایند که برای این گونه انسان هم باز هم ازدواج کردن مستحب است، این سنت است. و اما بعضی از علما دیگر میفرمایند که کسی که برای شهوت نیست، این نفر اگر مشغول بشود به عبادت برای این نفر بهتر و اولا هست، به خاطری که مصلحت و مقصدهای نکاح را این نفر برآورده کردن نمیتواند. هدف از ازدواج چی است؟ این حفاظت کردن عفاف و پاکدامنی اون همسرش است. وقتی که این نفر شهوت ندارد و استطاعت ندارد و توان ندارد، لہذا پس مقصدها و مصلحتهای نکاح را این نفر برآورده نمیتواند. این شخص نمیتواند همسرش را حفاظت بکند. پس برای این قسم انسانها این اولا و افضل و بهتر است که اینها مشغول بشوند بر طاعت و طلب علم و عبادت، برایشان فایده بیشتر است. اما اگر ترک ازدواج به خاطر نزدیکی شدن به الله عزوجل باشد، مثل که یک تعداد گمراهی از طایفه صوفیه به این نظر هستند که ترک ازدواج را نزدیکی شدن به الله عزوجل میدانند، مثل که حتی من این سخن را از بعضی‌ها شنیدگی هستم که میگفتن که کسی که همسر ندارد، این نفر تقوا میکند و این نفر پرهیزگاری میکند، این پرهیزگاریش و این تقواش نزدیکتر است و قویتر است، یا اینکه تقوا پرهیزگاریش این نفر با اجرتر است از اون کسی که همسر دارد. برای که این نفر هیچ چیز ندارد اما باز تقوا میکند، این به الله عزوجل نزدیکتر میشود، در حالی که این رأی فاسد همین طایفه از طایفه گمراهی از صوفیت است. شما ایرا خوب بدانید که ازدواج این سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. الله عزوجل میفرماید و ان تطیعوه تهتدوا در سوره نور، اگر شما اطاعت کردید رسول صلی الله علیه و سلم را هدایت مییابید. اگر شما طریقه رسول صلی الله علیه و سلم رفتید شما هدایت مییابید. پس چگونه این ترک ازدواج این هدایت است؟ چگونه این تقوا است؟ کسی که استطاعت و توان دارد، چگونه این راه افضل است؟ چگونه این نزدیک شدن به الله عزوجل است؟ در حالی که الله عزوجل ازدواج را یکی از احتیاجهای بشری قرار داد و بدون این چگونه تو در امن هستی؟ بدون این چگونه تو تقوا میکنی؟ و این غیر امکان است. و رسول اکرم فرمودند که فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت من اگر رغبت کرد رو گردانیدک و از امت من نیست. پس اگر هر کسی که اگر ترک ازدواج را این تقوا بداند و این نزدیکی به الله عزوجل بداند، پس این یک گمراهی دیگر بیش نیست. انس رضی الله عنه، انس بن مالک رضی الله عنه میفرماید که 3 نفر آمدن بر خانه های همسرای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سوال کردن از عبادت رسول صلی الله علیه و سلم، سوال کردن
پس زمانی که بر اونها خبر داشتید که پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه عبادت میکند، اونها چون که در روایت میاد که کأنهم تقالوها، گویا که اونها این کار را کم شماریدند. پس چی گفتن که ما را کجا و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را کجا؟ آیا مگر الله عزوجل گناههای قبلی و بعدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را مغفرت کردگی نیست؟ نفر از اونها گفت که فإنی اصلی اللیل ابدا، من همیشه شب را نماز می‌دارم، عبادت میکنم. نفر دیگر گفت که انا اصوم الدهر ولا افطر، من همیشه روزه میگیرم و هرگز افطاری نمیکنم. نفر دیگر گفت که انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، من همیشه. نفر دیگر گفتن که من از ازدواج کردن من کناره‌گیری میکنم و من هرگز دیگر ازدواج نمیکنم. فجاء رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که آمدن از این ماجرا، وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را خبردار کردن، پیامبر صلی الله فرمودند که اما آنچه که شما گفتید، والله گفتن که من با تقواترین شما هستم، از شما دیده از الله عزوجل من بیشتر میترسم. لکنی اصوم و افطر، لیکن من روزه میگیرم و افطاری هم میکنم. و اصلی و ارقد، و من نماز میخونم و خواب میروم، استراحت هم میکنم. و اتزوج النساء، و ازدواج هم میکنم. فرمودن فمن رغب عن سنتی فلیس منی، چون که در روایت بخاری میاد پس هر کسی که اگر از سنتی من رو گردانیده پس او از امتی من نیست. بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.